هر مردی خود را مسلمان میگرفته به نماز به خود آید، برای اون که آیا وی مسلمان است یا کافر است شبهه کلان است. خیلی شبهه کلان است. علمای هستن که میگوین نه این انسان کافر است، عموما مسلمان نیست، مادامی که از روی تنبلی کار دنیا رو پیش میگیرد. بعضی از علما میگن که مسلمان است و باید کشته شود، نعوذ بالله. مسلمان است و اگر نماز نخواند باید کشته شود. یعنی از دزدی کردن، از زنا کردن، از تمام گناه ها بینمازی خطرش هم گناهش هم بالاتر است. و یک زنی مسلمان با مرد بینماز چی کار باید کند؟ یک زنی مسلمان با مرد بینماز چی کار کند؟ اولا تمام پدر و مادرانی که دختر به شوهر میدید، تمام دخترکانی که شوهر میکنید، حتما در نماز داماد آینده اهمیت دهید. از خودش نپرسید. در وقت زنگیری همه مردها تقریبا تقوادار میشوند، همه مردها قرآن خوان میشوند. از خودش نپرسید، از اطرافش بپرسید، از مسجد رویش خبردار شوید، نه اینکه از چندم تلفن دارد و جای کارش چی است و خانه‌اش چی است. با انسانی بینماز زندگی کردن با یک انسانی که در گناه کبیره آلوده زندگی کردن است. یعنی نمازی داماد یا نمازی شوهر آینده حتمی است. دویما وقتی که شوهر کرده و نماز نمیخواند، یکمن او دروغ گفته است. در همان لحظه برای دروغ گفتنش از روی شریعت نگاه کنیم، زن میتواند که بگوید که من از این جدا میشوم، این دروغ گفت. به نمازی عیبی خیلی کلان است. در شریعت هر عیبی که پوشیده شد بعد از توی اگر آشکار شد، زن هم شوهر هم میتواند به یگان گناه طلبی طلاق کند. ولیکن گفتید که نه، من میخواهم این رو با این یعنی از نماز به نمازیش باز دارم. ببینید که این انسان بازگشتنی هست یا نه. اگر دیدید که دروغ میگوید بازگشتنی نیست، من اگر دخترم باشد هم میگفتم که با این گونه شوهر زندگی نکن، نگذار پدر فرزندان تو به نماز باشد. اونه که حق الله رو ندانست، اونه که حق خالقش رو ندانست، از کجا حق زنش رو میداند؟ از کجا حق فرزندانش رو میداند؟ اگر او در بینمازیش اصرار کند و گفت من نمازخوان نیستم، من وقت ندارم، اما گفت که نه من انشالله میخوانم، بگذار در وعده هایش ثابت بیستد، با خواندنش ثابت کند که دروغگو نیست. اگر نه میخوانم گفت و دروغ گفت، با شوهر دروغگو هم تو چه اندازه میتوانی زندگی کنی؟ حیاتت در آب و آتش است. یک انسان دروغگو در پیشت که به قدری به حق خالقش نمیرسد، با او چگونه میتوانیم اعتماد کنیم؟ یعنی نماز اصل و رخت سرخ هر یک برادر مسلمان و هر یک خواهر مسلمان باید باشد.